السلام علیکم همدیاران عزیز و ارجمند، بینندگان گرامی. خیلی خوشنود و سرفرازم که نگاه های گرم شما و برنامه ما نگران است. همدیاران عزیز و ارجمند، نوروزی دلافروز در دیارمان ادامه دارد. ما خواستیم درباره تجلیل نوروز در یکی از محله های سرملتی شهر چرچق ولایت تاشکند به شما حکایه نماییم. این چه زیبایی است زمین را و زمان را، نوروز از دل بدر کرد پیر و جوان را. توجه نمایید. نوروز فرا رسید که آن همیشه بشارتگو از احیا، زنده گردیدن طبیعت، در وجود انسان بیدار ساختن امید، باوری و نکورایی. نوروز به آدمان صلح و آرامشی مثل آب و هوا ضرور را آورد. در اطراف همه سبزه به بر نموده، از آنها ریاحین گلهای بهاری می آید. نوروز از قدیمترین جشنهای انسانیت است. امروز آن را در تمام سیاره با شادمانی پیشواز می گیرند. با تشبث فعالان مرکز ملی مدنی تاجکان شهر چرچق سعودیان به مناسبت فرارسیدن نوروز سال نو شرقی تحت عنوان نوروز عجم عید اجداد چاره‌بینی با شکوه برگزار گشت. نوروز دلافروز را صمیمانه تبریک می‌نمایم و به تمام مردم شریف ازبکستان تنیزیت، خاطر جمع، عمر دراز تمنا میکنم و از نام شاعر بگویم که نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد. برای ما باعث افتخار است که به شرافت سیاست خردمندانه دو پرزیدنت دو کشور همسایه، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان جناب عالی محترم شوکت میرزیایوف، دوستی بین تاجیکان و ازبکان باز هم مستحکم گردیده صحیفه نوی تاریخی در مناسبت همکاری ها و دوستی و برادری میان این دو کشور آغاز شده است و خوشبختانه طی چند سال است که مردم شریف تاجیک و ازبک جشنهای ملی را با هم تجلیل می نمایند و از خوشی و خرسندی این جشنها سرفراز هستند. در همه شهر و ناحیه ها ولایت های جمهوری ازبکستان امروزها مردم شریف ازبکستان نوروز را دایر نموده ایستادند و همه خوشحال و بالیدرو هستند که سیاست امروزه پرزیدنت جمهوری ازبکستان امکان داده است که دوستی خلقها در کشور بسیار ملت ازبکستان تحکیم یابد و تمام ملت ها از جمله تاجیکان و ازبک‌ها در این روزها جشن بین المللی نوروز را یک جایه تجلیل نموده ایستادند. ما باوری کامل داریم که به شرافت نوروز باز دوستی میان خلقها مستحکم می‌گردد، همکاری های اقتصادی و گومانیتری پیش می رود و مردم تاجیک و ازبک و دیگر ملت هایی که در جمهوری های ما زندگی میکنند در فضای صلح و ثبات زندگی میکنند و همین گونه مثل امروزه شادی و خرسندی میکنند. ما این شادی و خرسندی را به تمام خلق های تاجیک و ازبک تبریک میکنیم و به همشان سلامتی، برای کار، موفقیت و کامیابی های بی‌نظیر را تمنا میکنیم. نوروز در همین زمانها رمزی صلح، مصالحه، دوستی، محبت به وطن و طبیعت بود. هزار ساله ها چون ظهور شرف، تحمل و برابری خدمت نمود. آراستن دستورخوان پرفیض، رقص و ترانه سرایی و غیره فضیلتی به خودخاصی این عید عمومی خلقی است. طعام‌های ملی، سنبوسه، سمنک پیشکشی مهمانان می‌گردد. هفسین از مراسم‌های قدیمی نوروز به حساب می‌رود. در برابر این دیگر طعام‌های بهاری به مرز تماشا گذاشته می‌شود. به جمشید برگوهر افشاندن، مر آن روز را روزی نو خواندن. سری سال نو هرمزی فروردین، بر آسوده از رنج تن دل سکین. بزرگان به شادی بیاراستند،
می و جام و رامشگران خواستند. چون این روزی فروخ از آن روزگار، بیمانده از آن خسروان یادگار. دوستان، فصل دل افروز مبارک باشد. جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم، نفسی تازه نوروز مبارک باشد. کرته سبز به بر کرده ز نو کوه و کمر، چون عروسان شده هر شاخه گل تازه و تر. مرد دهقان به زمین دانه امید باشد، سر کشد دانه افتاده به امید ثمر. برآمد صاحبان آینده، خوانندگان صنف یکم مکتب تحصیلات همگانی رقمی 25 شهر چرچیق و حاضرین جشن کیفیتی اعلا بخشید. سیاره فیضی و مدیر شعبه عاید به کارهای محلی حاکمیت شهر چرچیق و همزمان چند از صاحبکاران حاضرین را به جشن نوروز تبریک گفتند. برآمد دانشجویان دانشگاه آموزگاری شهر چرچیق در چاره‌بینی به مهمانان خوشنودی بخشید. بیا بهار ای نشانه از بهشت، بیا بهار ای نشانه از بهشت. تو را خدای در ازل نکوسرشت، زمین و آسمان از طراوتت، نگاه دیده از ملاحتت. ضمیر دل از شرافتت، نگاه دیده از ملاحتت. معطر و مسمر و مشرف و منیرتر شده، بیا که آدمی به چشم چار، تو راست منتظر و منتظرتر شده. در دایره جشنواره برنامه‌های گوناگونی هنری، نمایش رقص‌های ملی و شعرخوانی‌های نوروزی دایر گردید. گوشه فرهنگی عبارت از موادهای تجسمگری فرهنگ و تاریخ ملی، کتاب‌های بزرگان ملت و معرض تماشابینان گذاشته شده برای مهمانان و هواداران فرهنگ و رسم و آیین ملی امان سفره نوروزی با خوراک‌های ملی پیشنهاد گردید. کوه و صحرا و دمن گل پوش است، بلبل از سیر چمن بهوش است. کوه و صحرا و دمن گل پوش است، بلبل از سیر چمن بهوش است. جای دل بازی و چندان بازی، جای دیگر سومنک در جوش است. جای دل بازی و چندان بازی، جای دیگر سومنک در جوش است. بیا دوری سومنک شبم امروز کنه، بلا با هنگ و غزل همه نوروز کنه. بیا دوری سومنک شبم امروز کنه، بلا با هنگ و غزل همه نوروز کنه. یکی پیراهنی اطلس به تنش، دیگری رقص کند با چکنش. به درود و به سرود و به سرود، جشن نوروز رسید بر وطنش. یکی پیراهنی اطلس به تنش، دیگری رقص کند با چکنش. به درود و به سرود و به سرود، جشن نوروز رسید بر وطنش. بیا دوری سومنک شبم امروز کنه، بلا با هنگ و غزل همه نوروز کنه. بیا دوری سومنک شبم امروز کنه، بلا با هنگ و غزل همه نوروز کنه.
از قدیم الایام این عید را همچون رمز احیای طبیعت، سبزیش، دوستی و یکدلی خلقا، حفظ و گرامی داشت ارزش‌های ملی جشن می‌گیرند. در مملکتمان نمایندگان ملت‌های مختلف ولی آرزو و نیت‌هایشان مشترک، دوستانه حیات به سر می‌برند. در شهر و دهه‌های دوردست کشور کارهای بهاری، تازه کردن کوچه و باغ‌ها، جویبار و اطراف بیناها در اوج است. صدها هزار بیخ نهال منظروی و میوه دهنده شنانده شد. Bu Navruz bayrami ota-bobomizdan qolgan azaliy urf odati bayramimiz bo'ladi. Bu yangilanish bayrami bo'ladi, yosharish bayrami bo'ladi. Bu dehqonlarimizga, ayniqsa dehqonlarimizga urug' sepishda juda ham bir barakali, qut baraka olib keladigan oiladan bittasi bo'ladi. Yashil makon loyihalari bo'lyapti. Mana hozirgi kungacha davom etyapti. Mana o'zingizlar ko'rganinglardek bugun qariyalarimiz chiqib yana daraxt ekishyapti. Har bir ko'chada o'ziga yarasha aholi chiqib daraxtlarni ekishyapti. Bu davomiylik bu. Bu bizda bu ilgaridan an'ana bo'lib kelgan. Har bahorda daraxt ekib, o'sha o'zlarini guzarlarimiz bor, boshqalarimiz bor, hovlida bor, oilalar bor. Hammasi o'zlarini hovlisiga, guzarlarga, ko'chalarning yo'llariga daraxt ekish bizga bu qadimiy odat bo'lib kelgan. Mahallamizda turli millat vakillari ko'p, hamjihatlikda, bir yaxshi aql inoqlikda yashab kelishyapti. تنتنه‌های نوروزی از اول روز بهار آغاز گشته تا امروزها ادامه دارد. در سال گرامی داشت انسان و محله فعال خلقمان به مرحله نوی ترقیات ملی با مقصدهای نیک و با دستاوردهای کلان عملی داخل گردید. کی وقتی که من به نفقه برآمدم در خانه تزیق شدم. من گفتم با کار جماعت همیشه کار کرده گشته بودم. اینجا هم خواستم کار کردن. به محله برآمدم با کار. من خلق موجودی هم اخیر. یک کورگویت کور حشر به همیشه تیار. اینجا به 500 تا خاندان خواهی میشناسم همشون. بیشتر من خلقم رحمت میگم. خلقای ما خرسند. در برابر برنامه‌های محله آباد و دهه آباد در تمام مملکت لایحه عمومی ملی مکان سبز به عمل جاری می‌گردد. در این روزهای عجایب خلقمان از عنعنه‌های نیکی نوروز نیرو و قوه و الهام گرفته حشرها تشکیل می نمایند و گل و بوته ها می شنانند. تمام دیارمان روحی سازندگی و جشن را دارد. همین درخت‌ها را شاخ بریده استادیم، جای قلینش میگیریم برای همین شمال در آمدن. برای همه حاضر نویراد نشان داده گشتیم. من همسایه‌ها یک 3-4 تاش رفته همون آدم‌ها رو نشان داده آمدیم. اینجا سیب، ناک، بیهی، انگور، بعد گیلاس. همسایه‌ها هم یاد دادید می؟ یاد دادیم. آمده استاد التماس میکنن، رفتن نشان میدیم. سرانتون میدونن شما برید؟ اما سرا یاد گرفتگی است. همش میدونه. این کاری منه. من پدرم یاد گرفتگی ام. پدرتون چی کار میکردن؟ وقتش بابام بودن. همون کس من یاد گرفتگیم این کاره. امروز پسرها یاد دادید و نویراد؟ انکو نویراد یاد داده استادیم. محض در همین روزها در سرزمین نعمت بخشمان دوستی بین ملت‌ها، احترام همدیگر، همت و مهر صمیمی باز روشن‌تر ظاهر می‌گردد. به خاطر گرامی داشت شرف و قدر انسان ما از نزدیکان، خویشاوندان، بیماران، سالخوردگان و انسان‌های عاجز خبر می‌گیریم. به خانواده‌های به دستگیری و اعتبار احتیاجمند مدد می‌رسانیم. با گرمی دلمان تسلی می‌دهیم. 30 yil burun shu ko'chaga ko'chib kelganmiz. Kelganimizda bu ko'chalarimiz hammasi loy ko'cha deb atalardi. Bu yerda simyog'ochlar hammasi qulagan, qiyshaygan, hammasi qiyin ahvolda kelganmiz. Bizni ko'chalarimizga simyog'ochlar o'rniga beton stolbalar qo'yildi. Hamma yerimiz obod bo'ldi. Chirog'imiz bilan bir qatorda yo'llarimizni biz obodonlashtirish uchun
suv oquvalarini o'rnatib, suv oquvaladan keyin yo'llarimizga asfaltlar keldi. Ko'chamizga gazlarni ham oldin past yonardi. Gazlashtirish ishlari olib borildi. Kanalizatsiya ishlari xalqni ancha-muncha madaniyatlashtirdi. Bizni farzandlarimizni yaxshi o'qishi va bilimdon bo'lishi uchun Wi-Fi'lar o'rnatib, ancha-muncha bolalarimiz xursand bo'lib qolishdi. Ko'chamiz tinch, mahalla tinch bo'lgandan keyin albatta xonadonlar ham tinch. Xonadonlarimiz hali ham mana Navro'z ayyomiga qaramasdan ko'chamizni mana obodonlashtirish ishlarini mahallaviy ko'y bilan birgalikda hamjihatlikda olib bormoqda. در این روزها خیش و تبر در یک خاندان جمع شده و سمنک پزی می پردازند. بخشیده به مراسم سمنک پزی سرودهای زیاده موجودند که بانوان در جریان سمنک پزی آنها را خوانده رقص و بازی می کنند و به جریان شکوهی تازه می بخشند. الهی من خارکم قطعی به امید به آرزو نیت قطعی گندم من وای کردیم رساندیم دیگ ده انداختیم من سملک کرسادیم. خدایم پروردگار همه خیر روز جمعه روز ایام روز ده همه خیر تقدیر کرد که هوا را بینید. خدا جان شیرین آب و هوا همه تکشاده. الهیم به نیتام رسیم دولتام زیاده شوه یرتما تین شوه سری بچکاد صحت سلامت گردیم یاشاد انصاف تیه پریکاد عمر تیه الهیم دولتاشان زیاده شوه الهیم همه خاندانا مایم توی خانه شوه دسترخانه ما رزق نصیبه الله خون کندن شوه الهیم سال آینده هم همه خیر روزاد پروردگار رسانه سملکا مایم الهیم شیرین شکر نواد بارین شده الهیم برای الهیم هر بنده را همه خیر روزاد رسانه سال گردیم سلامت گردیم الهیم تنجی شوه الهیم. خب این سملک کردن از کی یاد گرفته که شما آقا جون؟ سملک کردن همه پشتمانم یاد گرفتگیم. پشتمانم همه مایان ده نشان داده من همه خیلی میشه سملک همه خیلی کبود میکنن میرسانن همه خیلی دیگ ده میاندازن بچم همه خیلی آب ده میگریتان بعد همه وای کرده سملک میپزیتان بعد پختن بس همه محله ها ده هم نشان تقسیم میکنیم دوای همه محله را میگیریم. خدا جان شیرین همه روزا در رسانده هر بنده را رسانه الهیم. نوروز جشنی دوست داشته نمایندگان تمام ملیت و خلق است. نوروز وصل کننده نسل امروز به فرهنگ غنی و بی‌نظیر دیروز است. پس نوروز سالی گرام داشتی انسان و محله فعال خجسته باد. همدیاران عزیز و ارجمند بینندگان عالی قدر، در حقیقت حال نوروز جشن همایونی فرخنده است که فرارسی او به هر یک ما تأثیر می بخشد و ما را آگاه می سازد که روزی نو فرا رسیده. می خواهیم فصاحت و فرهمندی و شادمانی نوروزی تمام سال همراه شما باشد. ای خداوند زمین و آسمان تا به نوروزی دیگر ما را رسان. خدا حافظ.